توی پست قبلی خیلی آمدن گفتن این کاری که تو انجام دادی رک این رک اوته. حالا خواستم رک این رک اوتو به معنای واقعی نشونتون بدم. اول اینکه این کلیده اصلا برق نداره، باسبارش بدون برق، کلید بدون برق، تابلو بغلیش برق نداره، تابلو اوری برق نداره. خب اول اینکه اینجا 3 حالت داره. یکیش کانکته که الان کلید کانکته، یه حالتش تسته که وقتی میاد رو تست، نشانگر میاد رو تست، یعنی اینکه مدار فرمانش رو میتونی دستور بدی ولی قدرتش رو نه، قدرتش جدا شده. یکیش هم دیسکانکته، این کلیده دیسکانکته. حالا من دیسکانکت رو نشونتون میدم، بعد رک این رک اوت هم نشونتون میدم. بیا جلوتر که این نشانگره معلوم بشه. الان رو حالت تسته، ببینید رو حالت تسته الان، یعنی میتونی فرمانش رو به مدار فرمانش چیز کنی. الان مدار فرمان قطع کنم. الان هم در حالت دیسکانکته، بگیر اینجا رو. الان دیسکانکته. خب حالا برو عقب. حالا میخوام رک این رک اوت رو انجام بدیم. این رک اوته، کلید کامل کشیده شد بیرون، این رکه اومد بیرون میشه رک اوت. این هم رک اینه. ببین داره میره داخل. این هم رک این. این حرکت آخرم بگیر، این شکلی هم این میره داخل. تا آخر کانکت نشده بود. خب تا آخر که کانکتش کردیم